در ناحیه وسه 142 یادگاری‌های تاریخی تحقیق کرده شدند. تحت همین عنوان خریطه باستانشناسی تاجیکستان، ناحیه وسه، یادگاری‌های باستانشناسی و کتاب دیگر با نام استحصالات هنرمندی در خطلان عصری میانگی از چاپ برآمد. این کتاب‌ها زحمت چندین ساله باستانشناسان تاجیک، انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و وزارت فرهنگ تاجیکستان میباشند. معلومات هایی که در خریطه کتاب آورده شدند با مقامات اجراییه و جماعت های امکان فراهم می‌آورند که در حفظ یادگاری های تاریخی و استفاده یادگاری های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک مناسبت جدی نمایند. کتاب های مذکور نخست در همایش باستانشناسان جوان از اتحاد دولت های مستقل معرفی گردید. بعد معرفی کتاب ها در قسمت چهاربینی های عملی باستانشناسان جوان از آثارخانه تاریخی هولبوک دیدن کردند. در آثارخانه زیاده از 10,000 نگاره ها نگاه داشته شدند که از شهر قدیمه هولبوک یافت گردیدند. این بازیافت نادر بوده و دوره های گوناگون تاریخ خلق تاجیک نسبت دارند. در آشیانه یکم پاره های باقی مانده گچکاری گواهی از صنعت بلند هنرمندان تاجیک را در آن وقت نشان می‌دهد. در آشیانه دوم بنا نگاره هایی که به دوره عصر برنجی تعلق دارند نگاه داشته می‌شوند. این بازیافت‌ها با عکس‌های رنگه در کتاب درج کرده شدند. با شهادت و پیشنهاد جناب عالی سال قبلی 5500 سالگی مدد کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکستان در مثال یادگاری سرد در سطح جهانی جشن شد و امروز تاجیکستان اگر چنده که 93% کوه کمترش زمین هموار هم باشد، در مرز تاجیکستان تمام یادگارهای باستانی هستند که از دوره‌های پلیدی پایان که تاریخی میلیون ساله دارند تا دوره خواجگی استحصالی دوره نیالیت مثل سنگ، عهد برنجی، بعداً عصر آهن، عصرهای انتیقه، عصرهای میانه در جهان معلوم و مشهور هستند. و یکی از یادگاری یادگاری که ما امروز در اینجا قرار داریم شهر قدیمی هولبوک، این یک یادگاری هست که در دوره سامانیان در عصرهای 9 10 11 قبل بالای دوره قراقانیان در مثالش همتان نداشت. این یکی از مرکزهای معماری خودتلان بود، خطلان زمین بود. بنابر همین هم خوشبختانه با پیشنهاد پیشوای معظم ملت به رویخط پیشکی یونسکو شامل گشته است و امروز مأموریت آثارخانه یادگاری هولبوک کوشش به خرج داده است که حجت‌های رسمی آن را، پرونده آن را از جهت علمی اساسنامه کرده پیشنهاد کنند و ان شاءالله این یادگاری نادر هم در قطار دیگر یادگاری‌های باستانی تاجیکستان و این فهرست با نفوذ فرهنگی یونسکو شامل می‌گردد. در این سفر باستانشناسان با بازیافت نادری دیگر این حمام عصری میانگی شناس شدند. حمام بیرون از شهر با خشت پخته ساخته شده است. این بازیافت‌ها گواهی از آن می‌دهند که تاجیکان مردم شهرنشین بوده دارای فرهنگی بای میباشند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه بوسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.